سلام علیکم برحمت الله. سلام. تو خوبی؟ سلامتی چوکه. حواسم بهت هستا. حواست به چی هستش؟ نبودی تظاهرات بودم. بودی؟ آره هر روز هستم والا. مگه میشه؟ آره من الان جلو مامانم دارم تظاهر میکنم که همه چی خوبه، اوکی، ردیفم، میزانم. جلو پدرم که اصلا دارم تظاهر میکنم با قدرت دارم ادامه میدم. جلو خواهرم با اینکه گیمالم، بشکستم، داغونم، ریدم تو خودم، نشون میدم که تکیهگاه خیلی خوبی هم اگه کم آورد میتونه من تکیه کنه. جلو همسرم که بخوام بگم با انگیزه و با حوصله‌ام بسیار زیاد، در صورتی که به هیچ کدوم از حرفاش گوش نمیدم. جلو دوستامم که تظاهر میکنم درباره چیزایی که پشتم میگن اصلا نمیدونم. جلو شما هم که دارم تظاهر میکنم همه چی گل و بلبله، هر روز برق داریم، گاز